روی شیشه ماشین نوشته بود بعد قهوه رایگان بوق بزن. این مردم که اینو دید بدون معطلی شروع کرد به بوق زدن. دنبال ماشین راه افتاد و هی بوق میزد، انگار دست خودش نبود. بالاخره که به مغازه فروشنده رسید، قهوه رایگانش رو اینطوری گرفت. همه مردم از انجام این کار میترسن، اما این مرد اول صبح خیلی ریلکس عینک آفتابیشو میزنه و میاد تا ماهی قرمز بزرگ رو از داخل یخ بیرون بکشه. ممکنه که بیفته داخل آب و خفه بشه، اما دست بر نمیداره تا ماهی رو در بیاره. چیزی که تو سر این مرد بود دنیا رو متعجب کرد. مدت زیادی از سردرد رنج می‌برد. وقتی به دکتر مراجعه کرد، دکتر متوجه شد یک توده عجیب مو تو سرش رشد کرده. این مورد خیلی نادره، اما برای محافظت از خودتون همیشه از وسایل اصلاح تمیز استفاده کنید. ببینین مردم پاکستان چیکار میکنن. اونا برخلاف کل دنیا حیات خونه‌هاشون رو کاشی نمیکنن، بلکه آجرای ساده رو با طراحی زیبا کنار هم میچینن. بعد بینشون بتون میریزن و صیقلشون میدن. با کمترین هزینه حیاتی درست میکنن که تا صدها سال همینطوری باقی میمونه.